طرفم خوشش میاد دوباره این آوردی بالا، الان دوباره بحث میریزی هم دیگه. خب یه میخوای 2-1 همون 1-1 واسه نه میخوام باید صحبت کنم، نمیخوام بریزم، من میخوام صحبت کنم باید. تا هم برو کلا بزن. بگو کجا صحبت کن رفتی؟ داداش. رفتی پول من آقای سیگار همینجا کوروش بگیری؟ غیر ایرانی، واسه یه ببینم سال من از من شما رفته فکر کنم پول ایران سیگار یعنی چی؟ یه بگیره. سوال اول آقای که محمد صاحب، ایران یعنی چی؟ ایران رو برای من توضیح میدی؟ سرزمین ایران. آریایی. بذار حسام می‌خواست یه چیزی بگه. ما آریایی نیستیم. شما آریایی ما سرزمین ما بومی‌ها رو خب اشغال ایرانی کردید. برید نیستی، برید آریایی سیبری. نیستی. برید سیبری آقا. جای آریایی تو سیبریه. بومیان ایران اینجا حسین هستن. ما یعنی سیبری شما چه بومیان ربطی به مثلا آریایی ایران داره؟ هستن. صراحت دارید میگی که ایرانی‌ها بعد از ایران برن بیرون. آریایی‌ها. اونا که آریایی‌ان با الان عینم نوشته. اون سرزمین مال آریایی گوش هست. آره بده. آریایی الان هستیم. تو ما اومدن امروز سرزمین ما اومدی رو داری اشغال میگی کردن، آریایی بهشون باید برن لطف بیرون. کردیم تا الان هم نگهشون داشتیم. حالا مگه ناراضی‌ان؟ الان جاده دراز، توی باز جاده مزنون، دراز. توی متجاوز اومدی داری میگی آریایی بعد از ایران برن بیرون. آریایی‌ها متجاوزن، از سیبری اومدن تو کشور ما. از سیبری بچه چه تو زمانی کشور ما. آریایی اومدن؟ اسلام باشید چند برید ساله توی بیرون. ایرانه؟ اسلام چند ساله توی اسلام دینه، ایرانه؟ اسلام نجات نیست، اسلام دینه. مکتبه، اسلام چند مکتب همیشه ساله میره توی تو شب. ایرانه؟ تو چی؟ اسلام نژادت چیه؟ 1400 سال نژادت اومده. عربه؟ حاصل سوره نساء آیه عرب 24ی؟ خودش قوم ایرانیه، پسر خوب. عرب و بومیان ایران خودشون ایرانیه. تو مجسمه تخت جمشید نگاه کن، 21 قوم ایرانی از زیر پای مجسمه داریوش بزرگ. یکیش هست بابلیا، ایلامیا. تو الان نه کجا درسته؟ پیدا نسلی کیان کردی؟ اینا چی؟ چیان؟ بابلیا، حجابی، ایلامیا، محمدی، آشوریا ماهی، چیان؟ نسل اینا چی؟ عرب هستن یا نیستن؟ سامی نژاد هستن یا نیستن؟ ایران یعنی بگو تجمیع اسلام بگو. عرب و عجم. تخت جمشید چیه؟ نماد عجم و عربه. تمام اون ابوالعلای تخت جمشید کجا اقتباس شده؟ از ایلام و بابل و آشور. خیلی خب یعنی حالا من حرف ما بزنم. تنیده در همون نه خط اینا میخی چرا که به داریوش عربا شاه داره؟ ابداع کرد. فارسی از کجا گرفته شد؟ از بابل و ایلام. بابل و ایلام کیان؟ سامی نژادن، چی همه میگی عربن. همون؟ بگو اسلام. چی بابل، میگی آمو؟ بابل و بغداد ایلام. کجاست؟ ایلام پایتخت هزار شما. ساله ایران تیسفون خیلی کجاست خب آمو؟ حالا حرفاتو که زدی آمو، حالا به حرف من گوش بده. ببین، بفهم گوش شما میدم. صحبت از ایلام که میکنی، خب باید که اول چپ و راست نگاه کنی ببینی لور اونجا هست یا نه. خب چون لورا یکی از بازمانده های ایلامیان، خب من خودم بچه خوزستانم. خب ایلامی ها پایتختشون کجا بوده؟ شوش بوده یا نه؟ ایرانی ها سامی نژاده. تو سامی حالا تو برای خود تاریخ بساز. خب بذار ما من توش وسط نمیزدیم، حرفات وارد دینه. نپرم. چای تو تو هم تازی بنوش. بفهم. نژادی، تازی نژاد. تاجی چیزی ما که نداری، عوض اصلا داره نجات گله تاجی. نداره. گوش تازی بده. بفهم عیب نژادی. نداره، بگو گوش میکنم. ببین، شما میگی که ایلامی ها ایرانی نیستن، درسته؟ ایرانی اصلا، آریایی ایرانی نیستن. آریایی آریایی. متجاوزن، از سیبری ریختن اومدن تو بابا ایران ما. خیلی خوب، خیلی خوب، پس بذار من یه چیزی برات توضیح بدم. خب بفهم. نژاد کاسی چای تو بخور جواب بده. خب من نمیخوام داد و فریاد کنم رو خود، اون روی منو دیدی. خب دیدی دیگه چه من جور آدمی. ندارم. خب الان میخوام منطقی باهات صحبت کنم تا منطقی جواب منو بده. خب کاسی بفهم ها چه عاشق کسایی منطقی. هستن؟ کیا؟ بله، کاسی کیا؟ ها چه کسانی هستن؟ کاسی ها. کاسی ها مال طرف مازندران میشن، همین تبرستان خودم. کاسی ها. کاسی ها تاریخ ایران. کاسی ها رو میشناسی یا نه؟ به کاسی کجا یا مهاجرت تاسی؟ کرد؟ کاسی چیه؟ کاسی. کاسی نمیدونم. که وقتی که نمیدونم دیگه. نمیدونم. بفهم. خیلی خوب، تاریخ که نمیدونی. ببین، شما وقتی صحبت از ایلامی میکنی میگی ایلامی ها آریایی نیستن. معنی آریایی یعنی چی؟ معنی شما آریایی رو نمیدونی یعنی چی؟ آریایی یعنی نمیدونم صحبت کن. نژاد پاک، یعنی نجیب زاده. اون ایرانه، همون ایرانه. ایرانم همون ایرانم از آریایی، از سرزمین نجیب زادگان گرفته شد. یعنی چیزی به نام مثلا آریایی که از خارج از ایران مهاجرت کرده باشه به ایران ما نداریم. همون مردم ایرانن، بهشون میگن نجیب زاده. چرا؟ زمانی که محمد به ایران حمله کرد، خب سرزمین ایران چی بود؟ حکومت بیابون ساسانی. بلعوت عربستان چی بود؟ خب بیابون چیزی بلعوت هم عربستان جفتشون چی بود؟ برنبود خب داشتن. ما هم کبیر لوت داشتیم، اونم نه سرای نه ایجاد داشت. عزیز، نه.
آیا چیز عربستان خاصی چیزی نیست. مانند نه گوش بده، آیا عربستان چیزی مانند پاسارگاد داره که به زمان محمد بخوره؟ نداره. مکه پس مکه طائف هست. خب مکه مکه 4 تا مکه دقیقا قدیمی این تر چیزی از تخت هست. جمشید آقا، به آثار باستانی باشه مکه قدیمی 4 تا تره. بت هم مکه گذاشتن قدیمی اونجا، تره. مسلمان باجن زنم گذاشتن اونجا، باجن پرست هم یه مسلمان بدبختا. یه باجن زنم گذاشتن جانم اونجا، یه مدر چیز بگو، سفیدی هم مدر مثل جان بگو. بیضه یه آدم گذاشتن توی اونجا، نمادشون شده. برید اونجا رو ببوسید. خب بیا من همین الان میدارم جلو، شروع کن ببوس. دارمش دنبالم همیشه هست. مسلمان. میبوسه تویی. الان بدبختای خیلی خب خوب، بگو. من یه باجن سوال پرست، ازت دارم. باجن پرستا. اول کورکور رو که میشناسی؟ چی؟ اول کورکور رو که کی رو؟ میشناسی؟ اول کورکور اول کورکور نمیشناسم. همون که باید تو خود بشناسم. ایران، تو ایزه، تو لایو خودشو آره آها اسلحه اون گرفت گفت لاتولوتو رو میگی، اوباشو چی میگی. چی. او خب اوباشو یعنی لاتولوتو رو میگی. کورش بذارش دست من. همون یه قوچ خب روش دیدم، آها فهمم کی میگی. خب 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 چیز دیگه میخوای راجبش بگی؟ لاتولوتا رو میگی. خب اول کورکور لاتولوت بود آره. آها اوباش بود. خب خب اوباش بود، خیلی خوب. خب پس شما الان توی این لایو من ویدیوتو میخواستم که فقط یک بی احترامی به اول کورکور کنی. شما من فقط نمیشناسمش آقا، فقط میدونم شما گوش کسی بده که خودش گوش بده. اسلحه در خودش به چرخونه لاتولوته. نخید خودش نه کوش اتفاقا یک آدم دیگه. با شرفی بود توی لایو اینستاگرام اومد اسلحه آره گرفت گفت مشرف فلان دیگه فلان دیگه مرده. خمینی خامنه ای. خب دل و جرأت داشت. یعنی شما میخوای بگی که اول کورکور ایرانی نبود؟ درسته؟ وقتی در اینجوری راجع به ایرانیا ایرانی صحبت نیست، چرا میکنی. ایرانی نیست؟ ایران همه چی داره نه آقا، خب زشت و زیبا همه اول رقم داریم، اول همه کورکور ایرانی. آریایی بود. اون میگفت من آریایی ما ام. تو آریایی میخوای بگی که تبعام اینه که شما زدی، اصلا ما چیزی به نام آریایی نداریم، ما خب عجمی. خیلی خب. خب حالا من یه چیزی بهت بگم آقای عجم. خب شما از این لحظه به بعد خب یه مسئولیت سنگینی گردنته که به یک شهر ایزه باید جواب پس بدی به خاطر بی‌حرمتیت به ابوال کورکور. خب اینو تا اینجا داشته اول باش. کوکوس اگه کی باشه معنی داداش. خب خیلی خب من بهت نشون میدم همین الان تو لایو بچه ها ایزه هستن. خب من فقط خواستم از زیر زبونت حرف بکشم بیرون ببینم چی داری میگی. خب ببین خیلی بچه تهدیدا در از این ببین حرفای معتبر اینجا نه ببین با تهدید نه تهدید بخوام تهدیدی رنج رو نیست. آقای من الان گفتم بلایی میخوام چیه سرت اسمش بیارم. من کوروش دارم بهت مورد میگم باید ناکن پاسخگو باشی. تهدید چرا میکنید. میترسی؟ پس چرا اسلام کار میترسی؟ درستی میکنه. خب نه اتفاقا بگو. اسلام کار اشتباهی داره میکنه. شما خب بچه بگو. مسلمان میگین که مثلا خواهر مادرتون رو صیغه میدین. خب به آقا ما محمد سیغه افتخار میدیم، تو شما حرف همه تو من فاحشه نپر. خونه فلان. تو آخه حرف ببین یه من چیزی نپر. بگو تو درست حرف من باشه، نپر. یه چیز طبیعیه، شما وقتی سیغه داری حلال میگی روزه داره. عزیز تو حرف خب من نپر. من نپریدم تو حرفت. خب میخوای اون روح منو ببینی یا بفهم. نه، یا دوباره برم سراغ اون خب گوشی بگو آمارز بیارم بزنم بفهم. بیرون بگم موشه ها در خونتون چند بار کون دادن. بشین همونجور بیا دست بر بگو سینه قشنگ بشین صحبت کن. تکیه بگو بده به مولد پرچمت. بگو ببینم. تکیه بده پرچمت. فقط حرف گوش کن. تکیه به گوش پرچمت. میکنم. بگو گوش پرچمت میکنم. داره میفته. نه نمیافته، معنی بچه ما آریایی با چی میشه؟ من اقتدار بالاه، الان برات توضیح 1400 میدم. ساله بالاه. خب آها پرچم جمهوری اسلامی 1400 ساله آره. خاک بر بله سر خورشت. الله الله 1400 ساله داره میدرخشه. کی عشق بهت منه. گفته؟ خب منبع حرفت هاش توسی آره. شاگرد توسی. من آشتوسی میخوام یه کیه سوال دیگه؟ ازت بپرسم. من یه سوال بگو. ازت میخوام بپرسم. اگر من الان به تو بگم که حاصل سوره نساء آیه 24 هستی آیا ناراحت میشی؟ کی هست آیه 24 نمیدونم بگو. برش براش مگه بخون. مسلمون نیستی؟ آدی همه آیه ها رو خب حفظ نیستم، من الان شاهنامه هم اینجا دارم، تو بگو ببینم صفحه فلانش دیگه، همه رو خب حفظ نیستم که. بگو مسلمانان با دین نما همه رو حفظ باشم که میگه حافظ کل میگه قرآن که نیستم. تجاوز به زنان شوهردار حرام شد مگر زنانی که در جنگ به غنیمت گرفته اید. اونم زنان کفار نه زنان مسلمان. خب مثلا الان الان ما با عراق جنگ کنیم، تو مگه ببین مسلمون بودن زمانی اگر ما با که عراق تازیات جنگ کنیم مثل گرفتن؟ جنگ 8 ساله مسلمون بودن، زمانی ما که حق تجاوز به زن تازیا مسلمان زمانی نداریم، که یعنی کفار. مسلمون زمانی که هیچ کی تازیا کاری روی نداره. ایران ریختن مگه ایرانیا مسلمون بودن؟ کافر بودن دیگه از دیدگاه مسلمونا. خب 100% همینطوری که تو داری میگی به زنان ایرانی اونایی که تجاوز تو کردن. جنگ بودن، آره اونایی که تو جنگ بودن زناشون بهشون واجب بوده تو آره خب جنگ، حاصلش نه تو الان تو بیا شدی بزن تو دیگه. خونه حاصلش مردم، تو شدی. تو جنگ، حاصل همون توی حاصل جنگ همونا میدان تویی. نبرد.
قاتل اون فهمیدم تجاوز تویی. فهمیدم حالا چرا امام حسینتون زن بچه‌شو با خودش برده بود تو جنگ که بره. تا بگو تجاوز من کاش تویی. مسلمون تو جلوتر میگفتی. نمیفهمی. مسلمون به مسلمون حق تجاوز نداره، نمیفهمی چرا اینو. دیگه خاک بر سرت. کفار چرا کفار دیگه یاد اگر بگیر مسلمون زنان بود که ما. مؤمن. نمیکشتنشون؟ الان ببین ما میجنگیم وارد از اسرائیل حقش بود. میشیم. زینب اگر که توی اونجا بهش تجاوز میکردن حقش بود. یه حرفت چیه؟ زینب رفته مسلمان بود که بوده، بهش تجاوز بشه. خانوم بزرگ اسلام بوده، کسی به خب جرأت الان داشته رفته گوشش بوده نشه توی به جنگ که زینب بهش سلام الله تجاوز علیها بشه. نگاه کنه. تو اگر بدونی جایی تو بری اصلا جنگ بکنی نمیفهمی، تجاوز این میشه مغلطه میدونی؟ میکنی. ببینی تو این کوروش الان مولدی یا این واسه بدونی مگه وسط نمیگی حسین خزعبلات علم غیب میریزی توش. داشته؟ خب این مگه تراوش هم میکنی. نمیدونی؟ مگه نمیگی حسین علم غیب داشته؟ مگه نمیگی چی داشته؟ علم غیب چی از داشته؟ همه چی خبر ما داشته؟ خبر نداریم کجا نوشته چه چیزی علم غیب داشته. یعنی حسین کی گفته تاج علم غیب اومده فقط میگه مختص که خداست؟ حسین میدونسته که بره اونجا کشته میشه ولی بازم رفت. کی گفته چنین چیزی رو؟ کوروش کی گفته چنین کوروش چیزی رو؟ فهمیدی چی گفت؟ کوروش فهمیدی چی گفت؟ میگه علم غیب مختص خداست، یعنی خدا باید از غیب. خدا با بخواد کی ازش ما علم داریم غیب. علم غیب کی علم گفته غیب چنین چرت مختص و پرتایی خداست. رو؟ این خدا که خودش شیعه این خدا شیعه داره میگه خدا امامانه رو انزل بریز دور. آفرین، خدا چه نیازی ببین داره که از یکی امام حسین سلام الله داشته علیه باشه؟ ثابت شده خب است، نیاز نیست که من بخوام ثابتش کنم. علم آره غیب همون جایی که ما امام خبر حسین نداریم کی ثابت شده داره است. کی نداره. همین که زن و بچه‌ش نمیدونم رو برده توی حرف جنگ که بهشون حیوانات رو تجاوز میفهمد بشه و این ثابت چرت شده و است. پرتا چیه در آوردی. اینا یه مش شما آخوندهای انگلیسی شما الان بچه بهشون میگی. مسلمون، بچه مسلمون آخوندهای شما توی. احمق گفتی آخوندهای احمق. بله گفتی یه مش بله آخوندهای احمق. داریم بله. آخوند به قول حضرت امام از خیلی هاشون خب پس متنفرم، از خیلی هم حضرت بدم آیت میاد الله ازشون، خامنه با ای خیلی هاشون هم آخوند کاری احمق بوده. ندارم. ما تا داشتیم خامنه ای آخوند احمقه. آخوند عوضی تا دلت بخواد خامنه ای و داشتیم، آخوند خمینی سیرتی آخوندهای بسیاره. احمقن. کی خمینی و خامنه ای طبق گفته این آقا آخوندهای احمقن. بخوای کی گفته کی؟ تو نه الان گفتی خمینی خمینی احمقن. خمینی خودش شاه خمینی بزرگ تو ماه. الان در خمینی حکومتت احمق چی خمینی میگی میبینی یار بزرگه. خوده؟ آخوندا خمینی میان میگن بزرگه حسن تره. و حسین و علی علم غیب داشتن کجا یه و دونه بیار اگر ببینم خامنه کدوم ای اینا آخونده رو کدوم بهشون چیزی آخونده همه نگه یعنی گفتن. تاییدش کرده، یعنی خامنه ای احمقه. نه اگر جزی این بهش من دریوریه. نمیدونم. همین ما الان گفتی اطلاع آقا نداریم خامنه ای شاه اینجوری هم داشته احمقه. باشیم، ما اطلاع خیلی نداریم ولی خوب نه خیلی خوب. نه چنین حرفی رو خمینی امام رو حسین تایید کرده، نه حتی خمینی رو که دلیل قبول خمینی داری؟ امام حسن سلام الله علیه تایید کرد. ما خبر نداریم، خمینی داشتار رو که باشه ما قبول رو پوچه. داری؟ ما خمینی رو که کی؟ قبول داری؟ خمینی. خمینی سالاره، خمینی حسین خیلی خوب زمانه، خمینی حسین خیلی خوب. زمانه. بچه حسین تکیه بده به هم پرچمت. من یه سوال ازت دارم. هم تو پرچمت باشه تکیه بده. نه فرار نکن از پرچم، من تکیه اینجا بده ای کجا رسیدی. ما فرار کنم؟ من اینجا نه مستقیم نصفت 47 سال زده اینجا بیرون. واسادیم یکم بیا این مستقیم ورتر. سرش هم نه نتونستید یکم برو بخورید. سمت چپ. یکم برو سمت خوبه چپ تکیه بده. جام خوبه آفرین. بگو. سرش هم از بچگی دادین واسه اسلامتون، کردین تو اسلام، آره. ما سری اینجا نمونده. گوش بده. 47 سال محکم واسادیم، چی میخواه تفسیری ما؟ خمینی پدر شما بچه مسلمونا گفته که تفکیس با دختر شیرخوار مجازه. شما دختر شیرخوار تو اجازه میدی یکی باش تفکیس کنه؟ ما چنین چیزی رو نشدیم، ولی خب میتونه ازدواج کنه. تو اسلام خب سن مشخص نیست، نگفته تغییر تجاوز، اصلا المسائل. ما تو اسلام تغییر تجاوز نداریم. المسائل یعنی ازدواج میدونه مثلا میدونه مثلا من دختر تفکیس. دارم، داداشم تفکیس دختر یعنی داره، چی؟ بچه‌ی میتونه عقدش کنه. خب من میتونم با دختر شما تفکیس کنم یا با زن شما؟ خب میگه من باید اجازه، باید محرم بشی، باید کسی به تو اجازه بده. تو میگه بلمت کردی همینجوری خیلی یلخیه، هر خوب. کی اومد من بده نه مثلا باید من نه یکی بشه. خیلی خوب. اسلام یک نفر یلخیه. میخواد. اصلا این خیلی دریا خوب. به خودت هم نمیدونی چی میگی. هر چیزی آقا اسلام یک به نفر. اولین گوش بده. کتابه، به یه لحظه اسلام هم نمیدونم چیه. بابا تو بذار من اسلام حرف هم اسم بزنم خب. بگو. اسم من ببین ابو لوله اسلام پیروز نهاوندی. ابو لولو گوش کن. اولین کتاب قانون اساسی جهان ابن قرآن. مرجع مرادی هم میتونی بهم بگی. خب اولین کتاب قانون اساسی جهان. خب اسلام همه چیز ضوابطش قانونمنده. گوش میکنین؟ همه اسلام اوه روی اوه. قانون پوشیده. یلخی نیست که نمیدونم تو ببین با اون تجاوز کنی، من بیام بگم الان این کوروش مولد داره حرف مفرزه بیام سرش رو ببرم. نه بچه یلخی چیه؟ نیست. جانم آقای مولد چیه انسان بچه مولد؟ برگشته گفته عزیز جان، گفته شما آیا دوست دارید طرفدار خمینی دیگه جز اینه؟ نه این بخونید تحریر اون چیه؟ الوسیله. خب ببینیم خب اینجا رو. شما دخترم داری، دختر بچه تو هر کسی که میخوای میتونی بری هر بپرسی. کسی نه، باید به فتوای عقل. خمینی
میگه شما میتونید دختر بچه رو بگیرید و باهاش تفخیص کنید، یعنی لاپایی بهش برید. تحریر الوسیله. میتونه یعنی بچه‌ش تو بره، اون میخوای نمیدونه اون چرته، اون به تختی شده است. نه ببین چیزی که شما یعنی تو میگید بذاری میخوای خب ما بگی باور ما خمینی بریم چرت و کتاب پرت گو خودمون بوده؟ بخونیم. تو متوجه میخوای شدی؟ بگی تختی خمینی شده چرت و مثل پرت گو صحبت‌های بوده؟ این چی بود مال تو مشه، میخوای بگی صحبت خمینی می‌گن گفت چرت و پرت عراقی‌ها گو رو بیان بوده؟ سیغه کن دخترم ما طرفدار تختی کردیم خمینی، تو میخوای بگی خمینی چرت و پرت گو بوده؟ نه اون ما خب نخوندیم الان که تو داری گفتی میگی، اونم معلومه نیست من که تحلیل راست باشه یا وسیله نباشه اصلا. آوردم. هر و اون چیزی که موضوع وجود تعریف داره، اصلا هر توه شیعه داداش ای، جون تو هر نوشتی شیعه ای باید دختر فتوای بچه بی بگیره و شرمانه بعد خمینی معلومه چی بده به نوشته یه دیگه اون مال پیرمرد، توه. پیرمرد به بچه بماله، به بچه این بماله. چرت و پرته توف به داشت باید بری شرفتون، توف به ضوابط بابا بگیری. شرفتون. خمینی ببین گفته، تفسیر داره شما هر خودتون چیزی. رو میگید انسانهای دلیل با الوسیله شرف، خمینی ببین انقدر بخون. شرف حالا ندارید، ببینم یه سال کشتن بده آقا انقدر به کسی که شرف مخالفه ندارید، یه لحظه انقدر شرف آزادی ندارید، بیان یه لحظه صبر کن انقدر آزادی شرف بیان. ندارید، انقدر ببین شرف اینقدر شرف ندارید، نداری اینقدر هم نداری. انقدر شرف ببین گوش ندارید. کن آن ببین دوباره بسا اینقدر هم صداش دختر نداری. خروسی بچه شده. شیرخوارشون رو میدن به ببینم پیرمرد که آزادی پیرمرد باش بیان. تفخیص بکنه، انقدر شرف نداره. انقدر ببین دریوری نگو بابا نمیخواد عدالت تو خود اگه بیا دختر من بچه دریوری یه بیاری سوال چیه؟ دیگه از تحصیل دریوری بپرسم. هم چیه؟ بشه خمینی میکنی گفته یه شما دقیقه باید صبر ازش کن. پیروی بکنید. بیا من یه شما سوال ببین دیگه پیرو ازت خمینی بپرسم، نیستی. مطمئنم بذار جواب من میدی. سوال کنم همه شما سوال میکنید نمیذاری من یه سوال کنم خب آقا جواب آزادی منو بیان قبول ندادی. داری؟ کسی که حرف زد 100%. انتقاد کرد آیا باید کشته شه یا نباید کشته شه اینو به من نه بگید. نباید کشته بشه. خب داریوش شاه رو قبول داری؟ داریوش شاه بزرگ رو کیو؟ قبول داری هخامنشی رو؟ داریوش بله شاه بزرگ هخامنشی قبول کی داری؟ کی؟ بله. خب کتیبه داریوش داریوش شاه داریوش بزرگ هخامنشی. داریوش. هخامنشی قبول داری؟ بیا کتیبه 20 سندشو بیار. ستون سندش خود کتیبه 20 ستون خود کتیبه 20 ستون سند. خب خب میگه الان که داری آقا تو خونت 21 کتیبه قوم بیستونو؟ 21 قوم الان بعد از دادا من الان صحبت تو کنم دیگه کتیبه، من نمیذاری که. الان تحریر الوسیله، خب چیزی که نیوردی روی شکم حرف بزن، من اینجا نمیذارم حرف ببین بزنی. صبر کن. ببین 21 بیار تمیز نشون 21 بده، بگو این 21 کتیبه شورش بیستونه. 21 اینم شورش من بعد از که کتاب داستان تحریر بردیای الوسیله رو ببین آوردم واسه نشون نمیذاری بده. روشن صحبت کنم. ببین کارتون خب قلوب آره، تو کردن میخوای دروغ بگی، نمیدونم. تو میخوای تهمت بزنی. نه تو من آقا سندش از خود داریوشا نوشته خب کتیبه سندش 20 ستون بیار. کرمانشاه. سند بیار. تو من تو سند اصلا سند میذاری من بیار. بیار. صحبتم منعقد بشه. ببین سند داریوشا بیار بعد نشون از بده. داستان بردیای دروغی که وجود میاد مهمات موقع میگیره میذاره زیر پاش اینجا دستش اینجوری داریوشا گرفته جلوی 21 نفر 21 نفری که شورش کردن و چه کار میکنه زبوناشونو میبره گوشاشونو میبره چشاشونو در میاره نیزه از قفا یعنی از تحتانی میذاره بیار دهنشون اصلا در یه میاد. همچین چیزی من تا الان بیار نشنیدم. آقا خودت بیار نیم نشون آقا بده. کتیه 22 بزن سند ترجمهشو بخون گوش بیار کن بیار بیار. داریوشا عزیز. بزرگ دمش من گرم تا الان شورشی رو باید اینقدر اینجوری کتاب باش رفتار کنیم من خوندم، نمیدونم کار داریوشا بده گوش میکنی من داریوشا اینقدر بزرگ کتاب بهش میگن خوندم، تا الان به این موضوع بر نخوردم. مستبد ولی مسته من گوش برات میکنی آوردم از تحریر الوسیله که منم برات دختر آوردم بچه کتیبه تو 20 بدی ستون به هست مرد پیرمرد منم و برات کتیبه تفخیص 20 ستون بکنه بهش آوردم بماله. کتیبه میگه خیلی خوب. خدایا کشور من را سرزمین من را از دروغ خودسالی و جنگ بله. محافظت بفرما بعد از اینکه اونا رو اونجوری میکشه و سلاخی میکنه 21 نه قوم نه گوش شورش بده. میکنن نه اون دروغ گفتن گوش بده گوش بده. جانشین تو نوابی گفتی. اومد گفت من تو, پسر تو این نوابی‌ام چیزی که گفت پسر گفتی دکتر گوش نصر بده اومد گفت من گوش بده پسر گوش دکتر بده نصرم گوش بده. همه شورش کردن بچه شیه. 2 سال و نیم طول کشید میگه 2 سال و نیم بچه زحمت کشیدم بگه این شورش ها آقای رو از گوش بین بده. بردم با دوباره با با تو کسانی که بگیرم. میخواستن آقا آزادی بیان چه کار کرد داریوش بزرگ همه رو سلاخی کرد به یک هم نکرد نیزه رو خب از قفا همین چیزی تحتاشون که زد تو دهنشون داری در آورد میگی. چشما و گوشا و زبونشون هم گوش برید بده کوبه مات رو انداخت گوش زیر بده. پاش این سند موجود خود داریوش بزرگه اینو خود نمیدونید آقا بزنید زیرش موجوده حالا بفهمم خب حالا همین چیزی که الان تو گفتی سندشو بیار نشون بده ببینم داخل گفتم دیگه اون کتیبه کتیبه که 20 تو داری ستون میگی. داداش بزن بخون خیلی خب. کتیبه 20 ستون کتیبه 20 بزن ستون یعنی توش من نوشته. من توی 100% کتاب بخون خوندم محمد اگر روزی 20 بار لبات نه نمیره صاحب خوابت محمد نمیره. من داریوشا نمیزنم آقا کار خمینی داریوشا توی بد بوده توی یا خوب بوده توی کعبه نوشته، توی کعبه نوشته برای خمینی اگر روزی 40 بار همش لبات تو نمیره شیادی نمیخواد. تو قلوبی تو دقل خب بیا اینم بازی سند دیگه فلانجا ببین نوشته. شما قبول نمی بچه کنی تو دلیل سند اول گفتی نوشته که شده به خط خود گوش داریوشاه بده. بزرگ به 3 زبان تو بابلی دلیل ایلامی و قبلی پارسی خط لایو میخی نوشته شده قبلی قبول نمی گوش کنی بده گوش بده بچه شه تو لایو قبلی گفتی که خواهر مادرتون سیغه میدی تایید میکنی دوباره ویدیوت هست
گفتی سیغه آقا میگی، جون دخترت هم هر سیغه میگی. زنی به من چه ربطی؟ خواهر مادر تو اصلا خواهر مادر خیلی تو خوب. خواهر مادر من نه خواهر بیوه مادر بودن خودت. آقا، یکی خوششون اومد قانونا میرن سیغه میکنن، هیچ ایرادی هم خیلی نداره، خوب. حلال و دلار، چه یک ایرادی داره؟ فقط یک بهتر کلام از جواب اینه که منو آقا بده، برن زیر آره یا نه. بشن زیر خواب هر داره پسری. میگه دیگه، یک این میگه بهتر خواهر از کلام. مادرم نه. سیغه میده. آره خیلی خب خوب. یک نمیده، کلام تو گفتم باید طرف خوشش بیاد، میگه جنده خونه است که بابا خود میده یا بابا نمیده. ما شما دیوس خب نیستیم، ما غیرت داریم. همین میخوام بهت اما چه بگم. اگر غیرت داره. من ازت اما اگر پرسیدم گوش بده کسی مسلمون. ببین بحث از مسلمون گوش بده. داریوشان منحرف کردی، حالا در من قوام من باید ازت کتیبه 20 پرسیدم بده. تو جواب منو ندادی. تو مگه جواب منو دادم بدی بهت من گفتم جواب آقا بدم؟ آره نه. آقا سیغه در تو مگه اسلام میذاری من حرف حلاله بزنم؟ حلاله حلاله آفرین. حلاله. در اسلام خب حالا حلاله. جواب منو خب بده، اگر کسی جواب که منو بده. مسلمان نیست نمیخواد مثلا این کار انجام بده، حکمش چیه؟ آقا مسلمان نیست نمیخواد این کار انجام بده، اصلا نمیخواد نمیدونم الان مسلمان خیلی باشه. دارن میرن، خیلی خوب. همباشی سفید میکنن، گوش الان بده. خیلی دارن همباشی گوش سفید بده. میکنن. به قول آقا شما گوش میگید بده. ازدواج سفید، ما میگیم حرف همباشی میزنی. سفید یا همباشی سیاه دارن میکنن هم دیگه. باشی آقای هم باشی گوش بده. گوش بده. تو به من گفتی، من یه سوال ازت پرسیدم تو لایو قبلی، من بهت گفتم که آیا اجازه میدی یک نفر، خب یه میگه آقا من یه شخص قانعیم که اجازه 50 بدم یا ساله. ندم، هر کسی خودش بذار صاحب آقا اختیاره. بذار حرف عجب بزنم، چرا بابا. انقدر عجب بیادبی ها، نپر وسط حرفم، من اجازه دادم تو حرف میگه بزنی. اجازه میدی، من چه اجازه دارم؟ من تو من میتونم به تو اجازه بدم یا ندم؟ تو خب خودت بذار من آدمی حرف صاحب بزنم، سوال اختیاری، بپرسم، از سوال یکی بپرسم. خوشت میاد دوست داری سیغش آره کنی، تو، دوست هم نداری، نه تو مسلمان به نیستی من هم باشی گفتی، سفید. دفعه قبلی تو به عجب من بابا. گفتی که من اگر خوشم از اون شخص بیاد اجازه میدم با دخترم بیاد، حالا دخترمو سیغه ازدواج کنه. کنه، خب ازدواج نه نه ازدواج. من میگم نه، من سیغه دامادم جواب هست، خودم ویدیو انتخاب صاحبت هست. میکنم، باید من ویدیو مؤلفه های منو باید داشته باشه. خب صیغه نه، ازدواج. حتی اگر اون شخصی هم که بخواد صیغه کنه دختر تو باید تایید کنی. نه صیغه اصلا به من ربطی نداره، ازدواج صیغه مال زن خیلی بیوه خوب. است. ببین در نه ایران ما گوش دختر بده. باید ازدواج کنه، میفهمی نه نه نمیفهمی؟ تنها بیوه، نه تنها بیوه، دختری که شوهرم نداشته باشه رو الان دارن صیغه میکنن. خب صیغه نه محرمیت اون رسمه، میکنن. اون با اجازه پدر باید باشه، اون چیزی نمیشه. نه نه چرت و پرت، اینا آره. همش با اجازه چرت پدر. و پرت، خب نه چرت و پرت تو میگی، اصلا اصلا چه آقا چیزی داره میگه اصلا با سندیت با نداره. اجازه پدر، یعنی کالاه زن، کالاه از دیدگاهشون آفرین. کالاه. همه چی کالا، کالاه تو داره خودت میگه هم از کالایی دیدگاه الان، پدر. تو هم الان نه کالایی، کالا پدر نیست. زحمت اگر کشیده، دامادش مسلمان رو بود خودش کالا بود. با یا خانواده ها مسلمان عروسی نیست. میکنن، اسلام خانواده در ارجعیته، آقا چی من میگی یه برای سال خودت؟ ازت دارم، من یه سال ازت حالا دارم. سوال آقا منو ما جواب بده، بختیاریا، داریوشا کار درستی ما کردی یا نه؟ کوروش بختیاریا، مله ابو لولو نه کار شما درستی هر کردی یا موقع نه؟ شما هر موقع سندش رو آوردی نشون بدی من بهت میگم که کار درستی گفتم کردی. کتیبه بی ستون بزن تو اینترنت، لامصب که دست ده اون ماسپاسی که دست، منم کتیبه بهت بی میگم ستون که تو بخون. فلان کوروش اینترنت، مله تو میگم من بخون. میگم تو اینترنت محمد با خواهرش رابطه جنسی داشت، ولی خب محمد که خواهر نداشته. خب منم میتونم همینطوری هی بیام یه حرفو آقا بزنم. سند هست، سند نه میفهمی یعنی چی؟ باید داریوشا نشون بدی. کتیبه بی ستون داره، کوروش عجب بابا. کوروش وقتی که از به بیماری آدمی که سردیاب خریه، نشون آدمی میده. که خودش زده به خریت نمیشه درستش کرد، تو گوش خودت زدی بده. به خریت، فایده هم نداره، الان هم تو هم الان والدین. اگه این به آدم درست بگه خیلی خودت تو واقعا خریت، میذاره. جایی که محمد واقعا دخترت صحبت خرید، نمیتونه میکنه. کارت رو به یه مرد میدی واسه یه چیز واقعا خرید، تفریح کردن، واقعا بیای به من ببین. بگه حالا خیلی زور داره، خیلی زور داره. حالا تو که خر نیستی سگ رقیه سگ حسینی، گوش بده به حرف من. خب ما سگ کسی ببین نیستیم، ما سربازه ما چرا شما بختیاریا، سگ، اسلامی. شما سگ حسینی، گوش بده سگ نه ما حسینی، گوش بده. سرباز اسلامی، ما سگ نیستیم، سگ مال سگ شماست، ما سگ، روحانی، شما سگ سگ روحانی قلب واگان من کن. سگ سگ جان مولدینی، ما سگ نیستیم. گوش بده، اسلام به فرق نکن. انسان ارجعیت داده، به انسان بالندگی داده، به انسان شخصیت داده، انسان رو بزرگ کرده. اسلام به آره کسی اجازه دیدیم نمیده که دیدیم انسان خودش رو سگ انسانیتتون بدونه. هم دیدیم. آره خواهر مادرتون رو انسانی سیغه ما میدین، درسته، ما سگ نرفتیم رقیه و مثل سگ آمریکا حسینی. بمب بریزیم رو 100,000 نفر آه، بکشیم، بزنیم فرق نکن. 200 میلیون سرخپوست رو قتل عام کنیم، بریم سرزمین اشغال کنیم. اسلام ما چه فرق جنایتایی نکن. نکرده؟ جنایتایی که غرب این گوش بده به آزادی حرف غربی من. شما کرده تو تاریخ بی‌نظیره، اصلا وجود نداره. جنگ شما جهانی به به دوم، حرف اسم من مبارزه گوش آلمان بده. چه اسلام غلطی تا کردیم؟ الان به جز زرتشتی‌ها 270 میلیون آدم رو کشتن. بله گوش بده. 270 میلیون آدم در آمار از کجا؟ اسلام. کوروش ملحد. آمار از کجا آمده؟ 270 میلیون سند. آدم. مرد بزرگی خجالت بگی، شما زن و بچه داری؟ اطفالا چی در میاری؟ در بازی ها چیه؟ ما اینجوری، ما مرد عراقی ها قشنگ. اینجوری.
قشنگ بهش مسیر گفتم محمد رو میره، مسیر محمد رو میره. من رفیق ترکی زیاد دارم، اینجوری نیستم مثل تو سبک نیستم. ای روزگار مسیر محمد رو گرفتار میره، شما مسیر مولدی محمد دیگه، رو میره. چیکار کنیم؟ گوش ببین بده حالا آقای دانشجوی بزرگ مسلمان. کوروش مولد که دنبال مسلمان رو راستی، کوروش یه سوال مولد از بذار یه سوال از این نه کتیبه 22 رو برای ما مگه جواب ترجمه سوال کن. منو کوروش دادی؟ مولد، تو مگه جواب سوال منو کوروش دادی؟ مولد، ابو لولو یه دقیقه ساکت. کوروش چرا آقا مولد چرا بذار صحبت نشونتون بدم. کتیبه مسلمونا 22 تا به برای ما امروز، بخون. مسلمونا تا به امروز 270 میلیون آدم رو کشتن به جز زرتشتیای بدبختی که توی سرزمین خودشون کشته شدن. حالا تظاهرات منبع کیه؟ میکردن که 270 حاصلش میلیون هم کجا بوده؟ این اینها. 270 میلیون مال اون 270 زمان کجا میلیون بوده؟ بابا دمت گرم با این بساطی که در 270 آوردی. میلیون انسان رو جمعیت ایران مسلمان موقع ایرانی 270 کشتن میلیون نبوده، جمعیت بدون دنیا زرتشتیا، 1400 سال بدون پیش. زرتشتیا. شما هر جایی زرتشتی میخواید منم، پدر من زرتشتی میگه بوده، چرا من هستم بعد؟ تیمور زرتشتی لنگ پدر من زرتشتی بوده. تیمور آقا لنگ زرتشتی ها زمانی که کیه؟ ترکی به زرتشتی ها خطر ماییم. افتاد دیگه هیچ کس زرتشتی دوست ها ماییم نداشت دیگه. زرتشتی مسلمان بشه. نیستی؟ نه تو واسا ایرانی پدران نیستی. ما زرتشتی بودن، چرا ما هستی اگه کشته شدیم؟ ولی تو سرخپوستا ایرانی نیستی. نیستن. چرا نسل تو سرخپوست از ایرانی بین نیستی. رفت؟ تو نه حاصل اون تو سوره مثل تو ایرانی نساء نیست آیه نیستی. بگی من 24 هستم ی نیست. تو حاصل سوره نساء آیه 24 ی برو. تو حاصل تجاوز همون مسلمانایی و اگر نه اینقدر اینطوری ازش دفاع نمی‌کردی که ما حقیم، ما میخوایم دروغ از راستی پیدا شود. اون کتیبه دروغ از 22 رو برای من راستی پیدا ترجمه کن. شود. هنو بلد نیستی بگی. آره. میگم هنو تو بلد میگی نیستی بگی. مزخرفات توه. این عواطیلیه که تو در آوردی. راستی از دیدم دروغ انداختی بالا پیدا شود. پت و پت چای میخوری وسیله انداختی بالا. آره جات خالی یه دو نخود تریاک هم انداختم بالا شیره درجیگه. شما کلا همینطوری باجناق بازی میکنید دیگه. نفهمید چی داره بهتون میره. خب بقیه‌شو بگو. باشه دلت به این عواطیل خوش کن. ببین چیزی تو چنته نداری. همین عواطیله. آخه باجناق هیچ چی باز تو از چنته کجا این نیست. در اومده زمان ببین محمد اسلامی هم در بزرگ اومده. شما کیه؟ ببین این افکار پلید ضد اسلامی کی پدیدار شده؟ از مشروطه کذایی. بزرگ شما کیه؟ تقی‌زاده و فروغی‌ها که میگن با نوک پا تا نوک سر باید همه بشه غربی. آخرش چیکار کردید؟ ایران بردید تو کشور جنگ جهانی اول به گاه دادید. بعد چی شد؟ پشت در بسته واسه برای قانون گفت آقا ما به بی‌طرف غنیمت نمیدیم. پشت در بسته موندید. آدم هم حسابتون نکردن. شما اینید. یه مش جنگ مدرم جهانی اول فروشه چه کسی روی قدرت بود در جنگ جهانی اول؟ احمد شاه بود دیگه. احمد شاه بود حکومت که رفتید آخوندی گفت بود. آقا حکومت آخوندی بود. قاجار کجا حکومت آخوندی بود؟ آخوندی بود. مشروطه کلا یعنی سکولاری هر وقت بود. این مسلمونا به مشروطه رو ایران کار بود. چی اومده داری بودن میگی؟ بدبختی مشروطه آوردن. چی بود؟ توی مشروطه رو کی به جنگ وجود جهانی آورد؟ دوم هم یک آخوندی به نام آیت الله کاشانی بیشرف رفت چه کار کرد؟ رضا پالونی ایش کاره بود. رضا پالونی در رفت. 100% رضا در رفت پالانی چرا هیچی. کاری نکرد؟ اون آیت الله کاشانی رضا جانی بود پالونی چه اصلا کاره آیت بود الله اونجا؟ کاشانی. ارتش 22000 نفری رضا پالونی شما چی شد؟ جانیا هر جای اسم خونریزی بیاد در جا اینطوری لهله میزنی میدوید اونجا شرکت بکنید. آیت الله کاشانی کسی بود با هیتلر همکاری کرد و باعث این شد شوروی و آمریکا بهونه دستشون بیفته که سند بیان توی ایران. همیشه ما تیر شما سند رو خوردیم. شما مسلمونا. ببین اباطیل نده. مشروطه زمان مظفرالدین شاه عدل مظفری که وجود اومد کاملا سکولاری بود که بزرگ شیعه رو شیخ فضلالله نوری علیه الرحمه رو اعدام کردی. شما جانیا قدرت داده دست و چه سلاخی رو انداختی تو مشروطه؟ همینه شما. خیلی خوب چه چه کشتایی کسی رو از انداختی چه مسلمان؟ کسی بذار من یه مشروطه رو چیز دیگه برپا بهش نشون کرد؟ بدم. چه کشتایی رو انداختی؟ بذار چه من از کسی چرا برپا برای کرد خود مشروطه اباطیل رو؟ میبافی؟ بذار من از توضیح المسائل یه چیز دیگه بهش نشون بدم. ببینید این توضیح المسائل از بابا بکنی در وزیا رو آیت درست هم الله عصر خمینی. نزد این بخون نزن به چات سیاه بخون به ببین چی چات نوشته. بخون ببینم سواد داری بخونی. بیچاره سواد نه داری نمیخوام بخونی. بخونم. بخون. نمیخوام بخونم. تو هنو بلد اباطیل تو نیستی رو اصلا بخونی. نمیخونم. مثل محمد اباطیل تو رو مثل من محمد سواد بلد ندارم. من نبود بی بخونه. سوادم. یارو 63 سال عمر کرد بلد نبود بخونه. خیلی بده واقعا. یه 63 سال زندگی خوندن نوشته. بخون اگه بلدی بخون. نمیخوام بخون بخونم. فرار نکن. بخون بخون بابا دیگه. خجالت خجالت بکش میکشی؟ زشته. از خمینی بیچاره. از خمینی بخون. رفت کوشید. نه هست بیا نگرانش نباش میارمش. بخون بلند بخون. این چرت. اصلا چرت. خجالت زن خب چیه؟ بکش زن بخون. برادر بیوه. زن برادر بیوه. خب اصلا میگه همش شبهه داره اصلا. اگر چی؟ کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود
باید دختر شیرخواری را مثلا 2 روزه برای خود صیغه کند و در آن 2 روز زن برادرش آن دختر را شیر دهد. من چیزا زن کجا شیر بیاره؟ زنم اگه کجا شیر بیاره؟ نه اینا مسائلیه که بند داره، تفسره داره، الکی خونه میشه جلو. دین که نیست لامصب. دین چی؟ این مثل تو خواهد یارو الان دین نداره اینجا. سوار زن برادرش میشه، خواهرزنش میشه، به همسایش رحم نمیکنه. دیدیم شما بیدینا رو. شما بیدینا ببین دستتون روه. هیچ چی نیستی. اون از ازدواجا سفیده، همباشی سفیدتون. هیچ چی نیستی. قبول کن دیگه. بذار من بازگویش کنم. دختر بچه شیرخوارت رو بدید. آقا چرا میزنید جاده خاکی؟ قشنگ بیا صحبت کن. در حال مشروطه داشتی صحبت می‌کردیم. قدرت در مشروطه افتاد دست شما. قدرت در مشروطه افتاد دست شما سکولارها. استبداد سکولاری اینا حاکم شد. چه کسی برپا کرد؟ استبداد سکولاری تو مشروطه حاکم شد. چه کار کردن؟ شیخ بزرگ ما رو، شیخ بزرگ روح الله ثانی رو اعدام کردید. شیعه رو کشتید. چه کار کردید شما؟ بعد اون رضا شاه پالونی بی همه چیز تو گوهرشاد چه کار کرد؟ چه جرائم دیگه؟ شما با مفرق دستتون به خونه ملت رو خونه اگر رضا شاه رقم نکردید. حالا اومدی ادای آدم‌های مثلا آدم کش نیستیم و ما آدم‌های خوبی ما انسانیت میگیریم. شما دستتون روه، پرونده‌تون روه. چی می‌خوای بگی؟ یعنی بیچشم رو. مسلمون یعنی بیچشم رو. آره بیچشم رو نبود الان تو همون شناسنامه هم نداشتی بدبخت. آره من می‌گم همون آخوندایی که تو ازشون عقبشون داری می‌خوری. آره اگه رضا شاه نبود الان ما هم نداشتیم. همونا آقا رضا پالونی که گوش بده سفارت اتریش بوده برای ما شناسنامه برده. ببین تو چی سواد بوده. ببین آقا تشکیلدار سفارت اتریش بوده رضا پالونی. چی داری به خود میگی؟ مادرت میتونستن برن با این اون بخوابن. این شتی هم نمیفهمید. کی میفهمید؟ کی میفهمید؟ همین الان هم همینطور البته فرقی نکرده. آره قبل رضا شاه هیچ کی نمیفهمید. مردم ناموس نداشتن. زناشون ول بودن از این ور. زمان قاجار بس بابا اون دنه تو بوده شادی جی بوده نمیدونم خبر ندارم. هم دیگه رو می‌خوردن. زمان قاجار قبل رضا شاه میرفت خونه مردم آخوندی قاجار. مردم ایران، مردم مسلمان، امت مسلمان داشتن گوشت هم دیگه رو می‌خوردن. می‌خوای آره بودن. بودن موقع فتواشو واسه اون مردم سکولار انگلیس بودن که دوزاشون اینا رو فرستادن آمریکا و استرالیا. همه‌شو همدیگه داشتن می‌خوردن. همه رو فرستادن یا استرالیا یا فرستادن تو آمریکا. هرچی دوز و جانی و قاطبه بوده رفتن 100 میلیون سخوس کشتن. 20 میلیون بومی استرالیا کشتن. شما ببین تا مفرق دستتون تو خون مردم و ایران و مسلمان و غیر مسلمانه. شما سکولارها. تو خودت استبداد سکولاری. استبداد سکولاری اینجوریه. بعد شما مردمی ترین حکومت تاریخ جهان، مردمی ترین حکومت تاریخ جهان جمهوری اسلامی رو غیر مردمی شیعیان اجازه دارن. فتواش هستا ببینید. در اینجا میگه اگر قحطی اومد کاری که در زمان قاجار میکردن شما میتونید گوشت دیگران رو بخورید، گوشت کفار رو. بچه‌ها زمان محمد رضا شاه یه قحطی اومد مردم گوشت رو نخوردن. سال 1320 3 میلیون آدم از قحطی توسط انگلیس و روسیه کشته شدن. اینا یه سند دیگه. واسه برم قحطی‌ها رو کی وجود آورد؟ چه تو بهتر نه به من نشون بده. از خود اینا چه شما اجازه دارید این کل به زبان فارسی اینم ترجمه‌اش. مسلمانای شیعه میتونن در سنی هم البته هست میتونن گوشت دیگر رو بخورن. آقا امام باقر چی میگه؟ ببین تو خب الان هیچ وارد نیست. ببین هر روایت هر حدیث باید متواتر باشه. متواتر میدونی یعنی چی؟ که سندیت پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی چی متواتر یعنی چی؟ یعنی الان مثلا شما میگید آقا بنی قریظه یه اتفاقی بوده افتاده این باید متواتر باشه. فتوا میفهمی یعنی چی؟ فتوا بله میدونم. فتوا مهم یعنی نیست. خمینی بگه تو بعد زن تو بدی به احسان بعد بهش بدی. نه چنین چیزی نیست. خب آقا امام باقر چی میگه؟ میگه اگر فتوایی یه دقیقه صبر کن.
یه دقیقه صبر کن. آقای امام باقر چی میگه؟ ببین آقای امام باقر چی میگه؟ میگه اگر دیدی حدیثی فتوایی روایتی متواتر بود، متواتر یعنی چی؟ یعنی 3 بار تو یه 3 نقطه منبع تاریخی ذکر شده باشه. نمیدونی که اگر این بود 3 بار ذکر شده بود یعنی سندیتش کامله. اما اگر مخالف نص صریح قرآن بود، یعنی کی میگه آقای امام باقر؟ میخوام بزن به دیوار، ارزش نداره درست. میخوای بگو یه دقیقه احسان چیزی میخوای بگی؟ این انقدر از من میترسن جواب من نمیده. میترسن آقا تو دریوری میپرسی. من چی دارم؟ ابو لولو فیروز نهاوندی، ابو لولو فیروز نهاوندی، عمر کشید، عمرم کشتی. آره ابو لولو اسم فیروز نهاوندی هم الان برات ابن مرادی هم به من بگو آقای مرادی. گوش بده آقای مرادی. آفرین حالا شد. الله اکبر سر بی عقلت کنم. گوش بده مشروطه رو چه کسی برپا کرد؟ مشروطه رو روحانیون شیعه و اون درس خونده های سکولار فرانسوی نشین که آمدن ایران با هم دیگه اومدن، بعد اونا گرفتن هیاهو کردن، از دست شیعه گرفتن. چی؟ خیلی خب سردار اسد بختیاری چیکاره بود؟ بختیاری ها خیلی بودن دیگه، اومدن دیگه. میگم سردار اسد خودش خائنی بود دیگه که اومد خائن بود. اونجا شیرالی بختیاری خائن بود، درسته؟ خائن بود دیگه. سردار اسد بختیاری خائن بی همه چیز بود سردار اسد. خب آمدن تهران فتح کردن، شیرالی مردانخان با غیرت کشتن. با غیرت تو بختیاری ها شیرالی مردانخان بیبی مریمه، نه سردار اسد پوفیوز. خب گوش کنید، نمیخوام به کی خوبه کی بده. خب خیلی شما توی این لایو شیرالی مردان مرد بود، نه سردار اسد خائن. فحاشی کردی به سردار اسد بختیاری، فحاشی کرد از بزرگان بختیاری. خب بعد تو به بزرگان ما گردن می‌کنیم، ما چی بهت نمیگیم. بشین اینجا نگاه کنیم. ما گردن کسی که اسلام شما به قول خودت باید بزنیم به این منطقه. شما الان اگر قرآن داشته ما آتیشش می‌زنم، ولی همراه نیست. خب ببین داری قرآن به 2 میلیارد آدم دارید، 3 میلیارد آدم دارید توهین باش. 3 میلیارد ابو لولویی که میگی چیشی ابو لولویی گوش بده. من شاشیدم تو قرآن 3 میلیارد آدم. ما هم شاشیدیم با هیکل همه شما بیدینا و مولوی دیگه. به همه بگو احسان کاظمی همچین حرفی زد. خب بگو احسان کاظمی ایرانی بچه خوزستان بختیاری یه همچین حرفی زد. ما بختیاری همه همینیم. دین ایرانی یه زبان مثل دارن. احسان اسمت احسان بود دیگه. دریا به در سگ پیس نمیشه. ابن ملجم بگو. ابن ملجم مرادی. دریا به در سگ پیس نمیشه. بلندتر بگو اسمشو. ابن ملجم آخه چی شد؟ وسط دوتاش کرد. ببینیم آخر آقا ببینیم ابن ملجم رو چه کار کردن باش. ببینیم اینایی که میگن ببین امام حسن چجوری ترتیبش داد. نگاه کن. تو نمیدونی چی در انتظار امام حسن چه کار کرد. خودتو کندی. من چاق خیلی وقت کردم. چنان فیلمی ازت پخش بشه که خودت خبر نداری. ببینیم ابن ملجم آماده شهادت فرزندان حسن. ما مرد جنگیم به قول حضرت امام. خیلی خوشحال میشم شهید بشی در راه اسلامت. میگه طرف ابو لولو تو بود دیدی با یه بوستری بود خودش کش. آخرشونه بیان بگیرنتون همتون میشاشید به خودتون اصلا میذاری خودتون رو میکشید. باش مردشو بهت نشون میدم. مرد نیستشون. خواهش ندارید. اون که بزرگتون داعش بود. خواهرش گرفتی با آمریکاتون همه رو گرفت دارید من. امشب اومدی تو لایف چهار خودتو کندی. نه تنها چهار شه. ما اصلا عاشق چهار کندنی. ما مولا و علی با خیلی خوب چاری خویی مولاتون امام زمانتون تو چاهه قرار 1400 سال بذاری بیرون. علی زمان مولا علی کلا چاخویی داشته، کلا چاکم بوده. چای همتون میکنه. آقا من ناراحت میشم، لطفا نگین مولا علی، بگین مولا. گروشه مولا دنبال راستی. ابن ملجم چه کار کردن؟ این حسن و حسین فرزندان علی میگن چیز بودن، انسان‌های بخشنده‌ای بودن. ببینیم چه کار کردن. من چی بخشید؟ آقا قصاص حقه. خب حالا ببینیم آیا قصاص کرده زده. خب علی نصفش کرده از وقتی قاچش کرده. بعد یه ضربت هم خوب. یه ضربت نکرد. علی مگه قاچ نکرد وسط؟ نصفش کرد دیگه. خب اینا هم بعد نصفش میکردن. میاد دستاشو میبرن. اینو
اینا دریوریه. یه ضربت زد، یه ضربت نوش کرد. تمام. آره ببینیم چه کارش کردن. آره دریوری از خود در آیا. خب ببینید در اینجا میگه به آتش کشیدن و گوش کن. رهایش کنید بگذارید خود ما داریوشاه بزرگ بگو چه کار کرد. ببینید حنفیه محمد ابن 70,000 نفر خودمون تو گودال چال کرد. بگو ببینم. ببینیم چه کار کرده با این. میگه چشماشو در آوردن میل گداخته کشیدن. اما دمش کم خوب کاری کرد. نوکرش هم اصلا نازش هستش که زد. دمش کم دیگه. شما بخور. بعدش عذابهایی که بهش دادن شروع میکنه قرآن بخونه. بعدش شروع میکنه قرآن خوندن. ببین قرآن میخونه و در آخر میان زبونشو ببرن. التماس میکنه میگه زبون منو نبرید. میگن تا الان این همه بلا سرت آوردیم نگفتی زبون منو نبرید. میگه میخوام با اون زبون قرآن بخونم. ابن ملجم دانشجو بزرگ زبون در آورده. زبون گوش بایدن دانشجو بزرگ. ابن ملجم مسلمان بود. پس ما در اینجا نتیجه میگیریم خب اگر که زینب رفت کربلا تجاوزم کردن، اگر کرده باشن حقش بوده، چرا که رفت حسین برده اونجا دیگه قیامم کرده. علیه در قرآن یزید نقل قول میکنه از قرآن، میگه هر کسی بر علیه حکومت اسلامی بلند شد بکشیدش و زن و بچه‌ش هم حلاله به شما. اگر به زینب تجاوز کردن طبق گفته تو شیعه چه چیزی آقا خود روایت نشه. ببین حضرت زینب سلام الله علیه خب دیگه اگه بهش تجاوز کردن به هیچ روایتی ببین نه هیچ روایتی هست که حتی کوچکترین اگر میگه خوب کار کردن با ابن ملجم کوچکترین مزاحمتی حتی زینب هم روایت نشده. ببین کوچکترین مزاحمتی هم حضرت زینب حتی روایت هم نشده. هیچ سندی وجود نداره. حضرت محمد نوه رسول الله کسی تو به نوه رسول الله حرف بزنه. تو زینب و شوهر زنن کلهش کی باشی سگ کی باشی که بخوام بچم سگ کی باشی اصلا. حسین میگه شاشیده بهت خودتی آواره هستی و بومت والشوری. من 10 ثانیه بهت فرصت میدم بگی گو خوردم به خاطر بی‌حرمتیت به بختیاریا. بخور بعد بختیاریا بی‌حرمتی نکردم. من نوکر بی‌حرمتی هستم. ولی اینایی که تو میگی پشم منم نیست. از سردار اسد و ابوالولود و اینا پشم ما هم نیست. ما نوکر بیبی مریم و شیرعلی مردانخانی. سگ بیبی مریم هم نیستی تو. شما محمد آل محمد به اندازه یک ناخن سردار اسد ارزش نداره. سردار اسد پشم ما هم نیست. ما نوکر بیبی مریمیم، ما شیرعلی مردانخانیم، ما اینیم. نه سردار اسد بی‌ناموس. شما الان به سردار اسد فوش ناموس دادی، به بیبی مریم هم فوش ناموس دادی. خواست دوست داشتم شاشیدم به سردار اسد دیگه چی؟ خیلی خب منم شاشیدم به قرآن و مادر تو قرآن تو همه آره کتیبه 23 صحبت کن. آقای کوروش مولد کتیبه 23 من یادم نمیره. کتیبه 23 رو مردم بازگویی کن. چجوری داریوشاه بزرگ که جانم فداش داریوشاه بزرگ چجوری مخالفین رو سرکوب کرد، چجوری سلاح کرد. کثیفتو ببند تکیه به پرچمت. این لایو رو ذخیره کن کوروش. 230,000 جوان دستگاه به خاطر پرچم درگیرش میکنم. ویدیوش با آدرسش میذارم تو پیجم. تو میدونی و 20 میلیون بختیاری. کوروش من برم. من خودم بختیاریم. من خودم خوردم. بچه کیونه بختیاری چی؟ ببرم. من خودم چالنگم، هفلنگم. دیگه چی؟ دیگه خایمالی نکن. دیگه آره توی موضوع فراری شدی تمام بختیاری. بذار من الان چیز میکنم. خودم چالنگم. باشه من این لایو میبندم. چون یه لایوی هم میخوام بذارم در آقای کوروش مولد بعضی بریم اون کتیبه 22 رو بیار برای این ایرانیان عزیز تشریح کن. بیار تشریح کن کتیبه 22 رو که ما آگاه بشیم. رازگویی و دروغی تیکه به پرچم من ریدم تو محمد آل محمد رفت که من خودم انداختمش. من میخوام این لایو رو ببندم میرم یوتیوب. ببندش. آره میرم یوتیوب بعدش دوباره برمیگردم اینجا چون اگه گیر بشه توی چون من گوشیم داره خاموش میشه. آره شبت بخیر. آره اوکی من سپاس. همونطوری که ویدیو رو برام بفرست.
میفرستم به توی یوتیوب به اشتراک میذارم. عالی عالی. آره همونطوری که گفته بودم، چون من توی یوتیوبم اعلام کردم، گفتم که لایو میذارم بعدم از صبحکاری هم، یعنی به صبح زود بیدار بشم. امروز هم کم خوابیدم. توی اونجا لایو میذارم، اگه حوصله‌ام کشید دوباره میام اینجا لایو میذارم. دوستانی که دوست دارن ببینن در مورد لینکشو میفرستم تو گروه، میگم بیان بچه‌ها. آره در مورد چیز فراماسونری اگر که دوست دارید میتونید بیاید اونجا، ما در موردش صحبت میکنیم. سوالی هم دارید آخر لایو میتونید بپرسید. عالی. دستی در نکنه. شاید بخیر. من 1 دقیقه توی یوتیوب لایو میذارم. شبتون بخیر.